من چون دکتر با شما مراجعت میکنم که در این وبای عصر وایما نفرایتان. امروز همه دکترها چون کارمندان طب، چون دکتر، چون همشیره تیار هستیم با شما یاری رسانیم. امروز حجره کاری شاعر بزرگ و خالی است. درش محکم می باشد. همکارانش راه او را انتظارند که همین حالا به کار می آید و نتیجه فعالیت دکتران را در روزهای استراحتی بررسی می کند. اما وقت دیر شد. او هنوز نیست. صدای پای افضلش همگی چند روز پیشتر شنیده می شد. دیگر به گوش نمی رسد. اما امروز خالی است. همه جا خاموشی. همکاران، شاگردان و استادانش حیران و مایوسند. مال و زر دنیا وفایت نکند. از دست اجل تو را رهایت نکند. روزی که اجل گیرد گریبان تو را 100 داروی درمان دوایت نکند. حقیقتا هم شاعر کمال بزرگ یک دکتری برجسته ساحه تندرستی ولایت سوخت و عموم جمهوری تاجیکستان به حساب می رفتند. همین خیال شد که حقیقتا هم عمر با آن کس وفا نکرد. جوان رفتند. باید که ماه دکبر همین سال آن کس 50 ساله می شدند. لیکن افسوس، صد افسوس که به این روز آن کس لایق نشدند. نوابسته از آن که در ساحه تندرستی دکتری حلیم و مهربان به چندین نفر زنان، کودکان یاری رسانیده از دست اجل رها کرده باشند هم خود در نزد اجل عاجز ماندند. ولیکن نوابسته از آن که چنین عمری کوتاه دیدند، در دوام عمر خود بسیار کارهای زیادی به انجام رساندند که همین ساحه تندرستی را چند قدم به پیش گذاشتند. در همین دوام 2 سالی که سرطبیب تولدخانه ولایت سوخت شدند، بسیار کارهای آبادانی نسبتی طبابت بیماران پیش رفت، نسبتی واردکنی استانداردهای ملی، نسبتی طبابت زنهای وزنین، کودکان وزنین نارسیده، بسیار استانداردها را وارد کرده ایستاده، عاید طبابت و نظارت آنها بسیار پیشبردها به جا آوردند. ما دکتران تصمیم گرفتیم که نوابسته از مرگ نابهنگام این شخص بزرگ شاعر کمال تمام کارها، تمام آرزوی امیدها، تمام نقشه هایی که آن کس در دل داشتند، همین ها را جامعه عمل پوشانیم تا که آن کس روحشان شاد باشد. شاعره کمالовна بزرگова سرطبیب تولدخانه ولایتی سوخت بود. کسی باور کردن نمیخواهد که امروز این طبیب دردآشنای مردم جهان را پدرود گفت. شب 4 ایون در بیمارخانه سرایتی شهر خوجند قلب شاعره کمالовна بزرگова از تپیدن ماند. ساحه تندرستی ولایت بسیار تلفات کلان از دست داد. زیرا راهبر خداداد، مادر مشفق و غمخوار، مادر دلسوز، شخصی که راهبر بسیار هم سختگیر و هم دلگیر بودن، از حیات رفتن. عاید این شخص بزرگ من با حرف تام، با حرف کلان گفته می توانم، استاد کلان طلب می کردن از ما. هم سختگیر بودن. جای وقتایی بود که بسیار جنگ کرده می دادن. بعد آن به اتاق درآمده می گفتن که خدا رحمتی من توی جنگ می کنم لیکن یک روز به من رحمت می کنید. برای آنکه عاید پیشرفت ساحه مادر و کودک این شخص نه تنها در تولدخانه ولایتی ما، عموما در ساحه تندرستی، در ریاست تندرستی بسیار سهم کلان گذاشتند. شاعره کمالовна بزرگова سال 1971 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. بعد ختم دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان با اختصاص دکتری کودکان فعالیت مهنتیش را در بیمارخانه کلینیکوی ولایت سوخت آغاز نمود. پس از آن شروع از سال 1996 چون دکتر امراض کودکان نوزاد در تولدخانه شهر خوجند فعالیت کرده است. هر جایی که کار کرد سهم خویش را بهر سالمی مادر و کودک گذاشت.
امروز او را به نیکی یاد میکنند. همکاران و اطرافیانش به صمیمیت و انسانیت شاعره کمالونا بهای بلند میدهند. شاعره خان خیلی یک زنی از همه زیبا، مهربان، شیرین زبان و کار خود را خیلی دوست می داشت. با نوزاد خیلی که همین نوزاد که معامله می کردید همیشه می کرد. با مادران خیلی کسب خود را دوست می داشت. من تقاضای زندگی همیشه شد که فعال زن بود، کار کسب خود را دوست می داشت. زینه به زینه مرتبهش بلند شد. هم کاری تولد خانه، هم کاری نمایندگان را، خدمتگاری خلق را اجرا می کرد. همش به زن چی می گویم؟ همش به وقت می یافتن. سرطلب بودن. بسیار رهبری سختگیر بودن. من فقط می گفتم طرف آن شاگردی که حیرت کند استاد را. من همین را فقط می گفتم. شاعر خود من فخر می کنم که تو چنین امروز سرداری پرتجربه، سرداری سرطلب، سرداری خیلی جوان و نیکین کارت را بسیار ناز می دانست که من از تو فخر می کنم. افسوس خدا به ما چقدر رسدار هم را دیدیم، عمرش کوتاه بوده است، لیکن در آن عمر کوتاهی که هست پرثمر خیلی مهنت کرد. مهنتش برای ما به خیالم دور دراز در یاد میماند و امروز ما در یاد آن کس یاد بود کرده از همه طلب کردیم که اون رهبری که امروز جان خود را فدا کرد، از سلامتی خودش بیخبر ماند، باید ما باوریش را حاصل کرده کارش را دوام دهیم. رهبری سختگیر اما بسیار دلبر بودن. هم سختگیری میکردن. هر یک عید تبابت و تولد هر یک زن، هم اگر یگان لحظه های ناگوار شود و هر یک کارگر دلبری میکردن. برای همین این شخص را همه از دل و جان دوست میدارم، خصوصا همه این کارگرها، گرچند که سالی بسیار نباشدم لیکن همه خیل به دل هر یک کس جای گرفتن که هر یک کاری آن کس ما از فراموش کرده نمیتوانیم. 30 سالی با برکت گذرانیدم. اکنون چی علاج تقدیر همین بوده است که از بین ما رفتن. تمام کارگران اندوهگین هستیم. من همین سحریم جوانان گفتن که اون نقشه هایی که شاعر خان کمالونا کشیدگی بودن ناتمام ما همیشه تمام میکنیم تا که روح و ارواح شاعر خان کمالونا آسوده باشد. در حق این زن گفتنی ها بی نهایت بسیار ناتمام، گپ زدن هم قین. فقط میگویم که روحشان شاد باشد. تشکیلاتچگی، مناسبت خوب، فعالیت پرثمر او را مقامات‌های دولتی به اینابت گرفته وظیفه‌های بلند ساحه تندرستی را به او باور کردند. از سال 2013 سردختوری تولدخانه شهر خوجند را به عهده داشت و نقش دستان خود را برای آبادی و حفظ سلامتی مادر و کودک گذاشت. او صدها زنان عارضه‌دار را هنگام تولد از مرگ نجات داده است. از سال 2008 تا دم مرگش شاعره کمالونا بزرگова سرطبیب تولدخانه ولایت سوغد بود. خیلی که به سینه گفته بودن هر بند کشوده شد مگر بند عجب. این همان حالت است که بند عجب کشوده نشده است. شاعره کمالونا از بین ما فقط جسمان اون کس از بین ما رفتن، چون شاعره کمالونا یگانه نامزد علمی طب در ساحه نوزادان در ولایت سوغد می باشند. اون کس همچون یکی از آموزگاران، یکی از استادان ولایت حساب بوده
صبح شده و بسیار شاگردان رو به وای رسوندن. مکتبی شاعر کمال در ولایت هست، دوام میکنند. مکتبی که در آن سلامتی کودک، سلامتی مادر و کودک در جای اول میستد. البته ما با شاعر کمالانه از درباره دانشجویی در یک کورس خواندیم و با آن کس همراه هم ختم دانشکده کردیم، هم در یک جا کار بردیم، تا حالا کار میکردیم و آن طلباتی که در آن کس بود، آن نقشه‌هایی که آن کس داشتن، حالا من امیدوارم که از طرف شاگردان البته دوام داده میشوند و باز یک بار میگم که شاعر کمالانه اگر جسماً رفته شدم، مکتب آن کس با ما دوام میدهد، کار آن کس دوام میدهد و آن شخص همه وقت در بین ما میباشد. من گفته نمیتوانم که شاعر کمالانه از بین ما رفته است. او همراه ماست، او با ماست. او یکی از طبیبانی پیش قدمی ولایت سوخت در نه تنها در ساحه نوزادان بلکه در ساحه حمام و پزشکی در دیگر ساحه ها بودند. فقط روحش شاد باشد. شاعر بزرگوار اعلاچی تندرستی جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند و ولایت سوخت بود. با خبرنگاران و کارمندان واسطه‌های اخبار عامه مناسبت خوب داشته، همکاری همه‌جانبه را به راه مانده بود. شاعره کمالونا دختری سابقه‌دار ساحه تلویزیون، کارگردانی با تجربه و نوتکرار شادروان کمال بزرگوف میباشد. همچون فرزند در برابر ادای وظیفه و کارهای جمعیتی خدمت والدین خویش را صمیمانه و شایسته ادا کرد. خصلت آدم دوستی و مسئولیت شناسی شاعره کمالونا بزرگوف محض از پدر و مادر عزیزش کمال بزرگوف و مکرمه خان بزرگوف میراث ماند تا دم واپسینش در غم خلق و ملت بود و تا به آخر به قرض و سوگند طبیبی خود صادق ماند. امروز ما باید گرد و اطراف کارمندان طب سرجم شویم و از این بیماری سالم برآییم. راهبریت و اهل کارمندان شرکت تلویزیون و رادیوی سیمای مستقل یکم از مرگ نابهنگام سرطبیب تولدخانه ولایت سوخت شاعره کمالونا بزرگوف سخت اندوهگین بوده به اهل عائله، پیوندان و نزدیکانش صبر جمیل خواهانیم.